به نام ایزد ممنون. سلام. امروز یه سری شهاب سنگ واسهتون آماده کردم که به نمایش بذارم واسهتون و امیدوارم که مورد قبول شما واقع بشه. شهاب سنگی که با الماس سفید جذب آهن روایی زیادی نداره و این شهاب سنگی است که کربونیت هست. شهاب سنگ جذب آهن روایی خوبی داره و همچنین این شهاب سنگ توی ذراتی از چیزایی مثل طلا توش پیدا میشه و همچنین این شهاب سنگ ذراتی توش یه فلزاتی توش هست، نمیدونم اسمشون چیه، ولی جذب آهن روایی خوبی داره و این شهاب سنگ های کوچیکم که همشون جذب آهن روایی دارن. امیدوارم که مورد قبول واقع بشه. ممنون از همه شما بینندگان.